ترپ بنداز، ترپ بنداز، ترپ برداری خواه بگیرم. داداش چرا پشت Welcome to Battle Royale. گوه نکار کار کسی هم کسی تو بازی بگیرم نه تو بازی بگیرم مادره درود بچه ها، اومدیم با ویدیو دیگه. تو این ویدیو هم قرار درس ادب از درز عقب بدیم به این دوستمون، هم قرار یادتون بدم چطور فولگردونه قسطی بزنین. حالا داستانش چیه جلوتر خواهیم دید. واقعا هنرمند هم تو خوانندگی هم تو کلاس. به احتمال زیاد خیلیاتون نمیدونین داشتون علاوه بر کالافلر بودن رپرم هست. اگه کسی دوست داشت تو کامنت ها بنویسه، حتما فیلم میذارم از رپ خوندنم. خیلی خوب، از بحث اصلی دور نشیم، این اسم یادتون بمونه، کار داریم باهاش. حالا خب بچه وقت تصفیه حساب چیچی گاد عزیز بگیر که اومد. این دفعه اول تازه داداش یه عذرخواهی به تو بدهکارم، فکر نمی‌کردم ریوایوی باشین اینجا شاتو زدم به بچا. 100% هر کدوممون یه گانی و دوست داریم و همیشه دلمون خواسته گردونه‌شو بزنیم. من که خودم عاشق اچس لجندم و حتما این سری بیاد میزنمش. حالا داستانش چیه این قسطی زدنه؟ بابا یه زمانی من فول گردونه رو زیر 500,000 تومان میزدم به خدا. الان خیلی اوضاع خیت شده، 9 تومن 10 تومن باید به یه گردونه بدی. ماشاءالله نویان قایتی آبروداری کردی ماشاءالله. نه خود بردار یارو فینش دارم. The safe zone is collapsing. یکی جلومه دادش چیز Enemy vehicle is nearly done for. تو حالت عادی با 300-400 تومن میشه 160 تا سی پی گرفت که هیچ کاری باش نمیشه کرد. ولی خب یه گزینه بهتر داریم، سپلای پس ماهانه. حالا داستانش چیه و از کجا میشه گرفتش؟ بچه‌ها دقت کنین، اگه تو بخش استور برین یه گزینه است به اسم سپلای پس ماهانه، اینجا مارک کردم براتون. بزنین خیلی با ارزش‌تر 160 سی پی، با همون مبلغ همون اول 160 سی پی رو میده. حساب کردم سر جمع 420 سی پی تو یه ماه بهتون میده، روزانه واریز میکنه براتون. به جز اون کلی کارت کریت هم بهتون میده که میشه اسکینای خفن باش گرفت. خب بریم که اچس لجند رو دست بگیریم. ای خدا چقدر خوشگله این گان. یه زمانی من زیر 500 تومن، زیر 500,000 به خدا فول گردونه میزدم، کلی گان گرفتم. الان 10-12 تومن. چه خبره؟ داستان پینگ هم همیشه همین جوریه. ببین گاه تو این زندگی. اگه کسی راهکاری برای پینگ داره تو رو خدا تو کامنت ها بنویسی، من چند روز دیگه دهنم سرویس شد. ببین کی مرد باته. اصلا اچس لجند یه دنیای دیگه داره، چه عشقی میده. ولی این سری حتما میگیرمش با همین ترفند. ببین یهو میبینی ایونت میاد، سی پی خیلی ارزونتر رو به صرفه تر میگیرین. خرج نکنین، چه کاریه، شانستون رو امتحان کنین. سی پی ها رو بردارین، یهو گان مورد علاقتون اومد فول بزنین. وضعیت نتو تو رو خدا. با این وضع گرونی دیگه کار هر کسی نیست گردونه زدم. من خودمو میگم، اصلا کاری به کسی ندارم. ولی خب با این طرفم میشه حداقل گان مورد علاقتون رو بگیرین. راستی این سیزن رم 7 خیلی بافه، حتما بذارین تو دراپتون. تو ویدیو بعدی اتچمنت خفن ازش میذارم حتما. 117 خیلی نرف شده، رم 7 هیدس اینا الان بافن. آی عاشق چسم خدا. پینگو ببین تو رو خدا، اگه راکاری برای پینگ دارین حتما بگین بذارم بقیه هم ببینن استفاده کنن. به خدا حالت عادی ببین شات جلوتر و همچین شاتایی رو من میزنم، 1000 بار زدم، ویدیوهاش هم هست. ولی پینگ انقدر خرابه همش میس میره تو در دیواره. اینو ببین میزدم قشنگ. بچه ها راستی اگه همچین ویدیویی به کارتون میاد تو کامنت ها حتما بهم بگین. لایک و ساب و فراموش نکنین. یه حمایتی بکنین دلی بابا. چی میشه 2 دقیقه وقتتون رو میگیره. عشق من ببین چقدر میس میده دهن سرویس. وضع انقدر افتضاح، گرونی گردونه ها، خرابی پینگ، به خدا خیلی سخته تو این وضع تولید محتوا کردن. خیلی از بچه‌ها خسته شدن. حالا من به عشق سابام هر تعدادی هم که میخواد باشه، حتی یه دونه، همیشه ویدیو میذارم. ولی حمایت دلی یادتون نره خدایی. خیلی دوستتون دارم. نمیدونم من ویدیو میذارم، فرقی نداره 1 ساب باشه 100 ساب باشه، تا وقتی که 100 کیشم میذارم. اینم از اونی که فوش میداد دختره اسکواد ما خودشون گنگن، اصلا کاور لازم ندارن. خودش زد دهنش رو سرویس کرد، کلی هم فوش داد بهش. در نهایت امیدوارم با این ترفند گان مورد علاقتون رو بگیرین. عشق من تا ویدیو بعدی دنی بمونین.